بچه ها شما مگه گزینه پیکتان فعال نیست و وارد گیم میشین، از پشت کور نمیتونین این طرف و طرف سرتان کچ کنین و اینه میره بزنین و نمیفهمین این گزینه را از کجا باید فعال کنین. بریم که براتون یاد بتون دیگه. خب وارد ستینگ میشیم. وارد ستینگ که شدیم یک گزینه پایینتر گزینه کنترلر میزنیم. بعد این صفحه را بالا میکشیم، از همه پایینتر این نقطه را روشن میکنیم. این را که روشن کردیم ببینین چند تا گزینه دیگه فعال میشه پایینش که باید ما و شما این را روشن کنیم. این را که روشن کردیم انال گزینه پیک ما فعال شده و راحت میتونیم اینمی را از این طرف و طرف درخت، سنگ یا کدام کاور دیگه راحت بتونیم سر ما را کش کنیم و اینمی را بزنیم. بخیر باشین بچه ها. اگه ویدیو کاربردی بود، خوشتان اومد، لایک سابسکرایب یادتان نره تا بتونم ویدیوهای بهتر از این، کاربردی تر از این رو آپلود کنم و شما هم به دردتان بخورد. بخیر باشین، سلامت باشین.